ارادت خدمت حفاران عزیز، چرا این ابرقدرت سایبر 550 در میان کل اسکنرهای ایران محبوبیت بیشتری داره؟ با ما همراه باشید. تکنولوژی سایبر 550 رسیستیویتی متر دوستان عزیزم، سایبر برخلاف سیستم های مگنتیک و یا مگنومتر، این سیستم ها فقط گیرنده هستند، اما سیستم سایبر 550 هم فرستنده است و هم گیرنده. سایبر 550 برخلاف سیستم های مگنتیک و یا مگنومتر و یا جی پی آر بالانس نمیخواد. مگنتیک زمانی که شما میخواید یک محدوده رو اسکن کنید، اون سپر سنسور یا همون لوپ سنسوریش که بخواید سیستم رو باش زمین رو باش اسکن کنید، اون فاصله‌ای که ابتدا رعایت میکنید تا انتهای کار باید اون فاصله رو رعایت کنید. 10 سانتی باید تا انتهای کار 10 سانتی باشه. اگر بیاد روی 9 سانتی یا 8 یا 11 اون کیفیت رو به شما نمیده و خطا میزنه. اما سایبر 550 این مشکل رو نداره. هر نوع شرایط خاکی که دارید، سنگلاخی، پستی بلندی دارید، سراشیبی دارید، مکانهای شنی و صخره‌ای دارید، مکانهایی که دارای موادهای معدنی و فلزات سطحی هستند و حتی رطوبت، سایبر بدون کوچکترین خطا به شما بهترین دیتا و تصویر زیر زمین رو به شما میده. سایبر 550 بچه‌ها قادر هست داخل چاله، جایی که شما حفاری کردید یا کار تونل دارید، بخواید سقفو بزنید مشکلی نیست. میخواید دیواره رو بزنید مشکلی نیست. میخواید کفو با هم بزنید باز مشکلی نیست. چرا؟ چون این سیستم پراپی هستن و مستقیما با خود خاک تو ارتباطن. پس اینجا ما محدودیت بالانسی نداریم، سیستم بدون بالانس کار خودش رو انجام میده. سایبر 550 برخلاف اسکنرهای موجود در بازار مثل مگنتیک و مگنومتر که زیر زمین رو با 6 تا طیف رنگی برای ما تفکیک میکنه، زیر زمینو سیستم ما از 24 تا رنگ استفاده میکنه که حتی شما میتونید سنگچین ها و تخت سنگ ها رو از هم جدا کنید. جایی که فضای خالی داشته باشید و خاک نرم برای تفکیک میکنه. سفال خام دارید و پخته شده تفکیک میکنه. ورودی دارید و راه مسدود شده جدا میکنه. قبر داری، اتاقک داری، دفینتون کدوم قسمته، این سیستم با تیپ های رنگی کاملا برای شما بچه‌ها کلا توضیح میده و تفکیک میکنه. منتها تفکیک فلزات نداره. اما مگنتیک و مگنومترها با 6 تا رنگ میاد اینا رو خلاصه میکنه. مثلا سنگچین و تخت سنگ و خاک پخته شده رو به عنوان یه دونه رنگ شناسایی میکنه. خاک نرم و فضای خالی و سفال خامو به عنوان یه رنگ شناسایی میکنه. فلزو به عنوان یه رنگ شناسایی میکنه. حتی برای فلز شناسایی فلز برای مگنتیک ها محدوده، نهایتا تا 3 متر. اینو من نمیگم، خود شرکت اوکایم اینو به شما میگه. ولی این سیستم ما تا عمق 14 متر هر نوع پدیده‌ای داشته باشید، ورودی، اتاقک، پدیده‌ای مثل دفینه های بزرگ، تا 14 متر کاملا با تیف رنگی برای شما بدون خطا مشخص میکنه. و حتی تکنولوژی سایبر 550 با تکنولوژی اسکنرهای مگنتیک یا مگنومتر فرق میکنه بچه‌ها. سایبر 550 یه بار که محدوده رو اسکن کردید دیگه تموم، اسکن دیگه لازم ندارید. همین یه باری که اسکن میکنید 100% به شما نقطه رو میده و میایید حفاری میکنید. اما سیستم های مگنتیک و مگنومتر باید شما 5 بار اون نقطه رو اسکن کنید در فاصله زمانی صبح، ظهر، عصر، غروب و شب. این 5 بار رو باید بیاید همون نقطه رو اسکن کنید و اسکنش رو 5 تاشو کنار هم میذارید. اگر یه نقطه‌ای داشتید در 4 تا از اسکناتون اونو دوباره رونمایی شده باشه و مشخص کرده باشه، اینو با احتمال اینکه میگیم اینجا ما یه میدان مغناطیسی داریم، حالا اون پدیده میشه گفت تنور، قبر، اتاقک، هر چیزی باشه، میایید حفاری میکنید. اما سایبر 550 این مشکل نداره. این مشکل واسه شما کلا رفع کرده. یه بار اسکن میکنید، 10 دقیقه وقت میذاری، یه در رو اسکن میکنید و آنالیزش میکنید، نگاه میکنید و هر جای نقطه باشه به شما میگه سطر 5 متراژ 6 اونجا شما اون پدیده رو دارید و تو عمق 4 متر یا 10 متر یا 3 متر. دقت کنید، تکنولوژی سایبر 550 با تکنولوژی سیستم های پراپی داخل بازار فرق میکنه. پراپی همون پراپی نیست. دقت کنید، سیستم ما دارای 3 نوع ولتاژ و 3 نوع فرکانسه که در هر شرایطی میتونی این سیستم ازش کار بگیری. جای رطوبتی دارید، سنگلاخی دارید، فرکانس و ولتاژ رو تعویض میکنید. دنبال پدیده های سطحی هستی تا عمق 4 متر مثل قبرستون که داری، نیاز نیست دیگه نقطه زن رو بیاری باش نقطه زنی کنی. میتونی از سایبر 550 استفاده کنی. منتها چیکار میکنی؟ ولتاژ میاری پایین، فرکانس رو میاری بالا. اینجاست که میاد سطح زمین رو کاملا با فلزات ریز برای شما مشخص میکنه. عمق بالا میخوای، بالای 9 متر میخوای تا 14 متر میخواید، بالای تپه کار دارید، میاد چیکار میکنید؟ ولتاژ رو میاری بالا، فرکانس رو میاری پایین، تا 14 متر هر نوع پدیده‌ای باشی برای شما مشخص میکنه. اما پراپی های داخل بازار تک فرکانس و تک ولتاژ هستن. اینا محدودن، نمیگم کارایی ندارن، سیستمای خوبی هم هستن، منتها در اکثر شرایط هیچ کاربردی نداره. حالا فهمیدید که چرا اسکنر سایبر 550 بی‌رقیب ترین اسکنر
موجود در ایران هست و چرا هر کاوشگری دوست داره سایبر 550 رو داشته باشه؟